قانون یکی بودن انسان در رویارویی با قانون جذب. قاعده‌ای ساده وجود دارد که شما می توانید آن را برای قانون جذب به کار ببرید. به این ترتیب در رویارویی با انسان‌ها، موقعیت‌ها و رویدادهای مختلف در جایگاهی عالی قرار خواهید گرفت. تا آنجا که به قانون جذب مربوط می شود، فقط یک فرد در این دنیا وجود دارد و آن فرد هم شما هستید. برای قانون جذب هیچ انسان و هیچ عاملی غیر از شما وجود ندارد. فقط شما وجود دارید، زیرا قانون جذب به احساسات شما پاسخ می دهد. فقط داده های شما به کائنات اهمیتی بسیار دارد. برای هر یک از انسان‌های دیگر نیز وضعیت به راستی همین گونه است. به این ترتیب قانون جذب در حقیقت قانون شما خواهد بود. فقط شما در این زمینه معنا و مفهوم ویژه دارید. برای قانون جذب همه انسان‌ها در وجود شما خلاصه می‌شوند، زیرا احساس شما درباره دیگران نیز به خودتان باز می‌گردد. هر احساسی را درباره دیگران در وجودتان پرورش دهید، هر اندیشه‌ای را درباره دیگران در سر بپرورانید، هر سخنی را درباره دیگران بر زبان آورید یا هر کاری را برای دیگران انجام دهید، بدانید که همین احساس، اندیشه، سخن یا عمل کرد به خودتان باز می‌گردد. وقتی از دیگران انتقاد می کنید و به داوری کردن درباره آنها می پردازید، بدانید که همین امور را به سوی خودتان جذب خواهید کرد. وقتی عشق، محبت، اشتیاق و قدرشناسی خودتان را نسبت به کسی یا درباره نعمتی ابراز می کنید، بدانید که همین ویژگی ها را به سوی خودتان جذب خواهید کرد. قانون جذب به احساسات شما پاسخ می دهد. بنابراین فرقی نمی کند که دیگران از نعمتهای دلخواه شما بهره مند باشند، زیرا در هر صورت اگر عشق و اشتیاقتان را در این باره نشان دهید، آن نعمتها را به زندگیتان جذب خواهید کرد. هر آنچه را دوست ندارید فقط به سادگی کنار بگذارید، بیان که در این باره داوری یا انتقادی بد کنید. در این صورت هیچ یک از این امور ناخواسته را به زندگیتان جذب نخواهید کرد.